چطوری با این شات همچین ادیتی رو بزنیم؟ وارد این شات میشید، 4 تا از عکساتون رو وارد میکنید. از قسمت کنواس سایز 14x5 انتخاب میکنید واسه عکساتون و چک میکنید که عکساتون تمام صفحه باشه. تایم دقیق عکس‌ها رو کپشن براتون نوشتم. عکساتون رو با اون تایمی که توی کپشن نوشتم تنظیم میکنید. از قسمت موزیک مد نظرتون رو وارد میکنید. کاری به عکس اول نداریم، روی عکس دوم ضربه میزنیم، ازش یه دونه کپی میگیریم، قسمت سویچ رو میزنیم که عکسمون روی لایه بالای عکس‌ها قرار بگیره و مثل ویدیو تنظیمش میکنیم روی عکس اولمون و تایمش رو کم میکنیم، روی 7 قرار میدیم و مثل ویدیو عکستون رو تنظیم میکنید انتهای عکس اولتون. روی عکستون ضربه بزنید و قسمت کات‌اوت رو انتخاب کنید، بک‌گراند عکستون حذف شه. یک کیفریم آخر عکستون میزنید و یک کیفریم هم اول عکستون میزنید. با کیفریم آخر کاری نداریم، کیفریم اول عکس رو کوچیک میکنید و مثل ویدیو میاریدش پایین و بین دوتا کیفریماتون وای میستید، این قسمت رو انتخاب میکنید و این نمودار رو بهش میدید. حالا از قسمت فیلتر دارک رو براش انتخاب میکنید و شدتش هم یه مقدار کمتر میکنید. واسه بقیه عکساتون هم دقیقا همین کار انجام میدید. عکس بعدیتون رو کپی میگیرید، قسمت سویچ رو میزنید که روی لایه عکساتون قرار بگیره و مثل ویدیو تنظیمش میکنید، ثانیه عکستون هم کم میکنید، قسمت انتهای عکستون قرارش میدید. قسمت کات‌اوت رو انتخاب میکنید که بک‌گراند عکستون حذف شه. یک کیفریم اول عکستون میزنید و یک کیفریم هم آخر. کیفریم اول عکس رو کوچیک میکنید و میاریدش پایین. حالا بین دوتا کیفریم وای میستید، از این قسمت این نمودار رو انتخاب میکنید. حالا قسمت فیلتر رو انتخاب میکنید و فیلتر دارک رو به عکستون میدید و شدتش هم یه مقدار کم میکنید. و واسه عکس بعدیتون هم دقیقا همین کار رو انجام میدید. قسمت افکت رو انتخاب میکنید، افکت بلک رو انتخاب میکنید، تایید رو میزنید و تایمش رو میزنید که تا پایان ویدیو باشه.